3 ماه پس از حمله‌های سختی لفظی در اینترنت به یک خانواده زاده تاجیکستان که مقامات تاتاریستان به آنها امتیاز خانه‌خری داده‌اند، سروری نایل بازداشت شده است. محیدین خالزاده را کمیته تفتیشات روسیه با گمان تلاش برای گرفتن امتیاز از راه قلابی بازداشت نمود. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او درباره جزئیات خبر پرسیدم. ماجرای تقدیم خانه از آنجا شروع شد که حکومت شهر نیژنیکامسک در تاتاریستان به خانواده محیدین خالزاده و همسرش ملکه طاهرova که 4 فرزند دارند خانه هدیه کرد. اگرچه آنها زاده تاجیکستان هستند اما شهروندی روسیه را دارند. عکس تقدیم سرتیفیکات خرید خانه ارزان از دست رامیل مولین شهردار نیژنیکامسک در اینترنت با خشم و انتقاد گسترده شهروندان روسیه روبرو شد. آنها میگفتند عائله تاجیک سزاوار گرفتن امتیاز نیست یا مقامات روسیه خودی ها را مانده به بیگانه ها خانه میدهند. کمک حکومت تاتاریستان فقط این بود که خانواده تاجیک هنگام خرید خانه 35% آن را ارزان تر به دست می آورد. بعدی هیاهو در اینترنت الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات روسیه که از سیاستمداران مهاجر ستیز نامیده می شود از مقامات انتظامی خواست قضیه را تفتیش کنند که تا کجا قانونی است. او گفته بود مردم احتیاجمند خانه از حساب مردم تجاری سالهای دراز در نوبتند، ولی قرار دادن خانه به فایده عائله هر شده است که در گذشته مهاجر بود. ظاهرا زیر این فشار رهبری بلندپایه مقامات انتظامی و تفتیش قرار درباره تقدیم خانه به خانواده مهاجران تاجیک سر کردند. محیدین خالزاده از 11 سالگیش در روسیه زندگی می‌کرده است و با همسر و فرزندانش هم شهروندان روسیه بودند و ظاهرا هیچ تصور هم نمی‌کردند که کمک حکومت تاتاریستان به سرشان یک بلا می‌آورد. و سوال دیگر از همکارم درباره سبب‌های این گونه عملکرد مقامات روسیه بود که چرا در مسئله کمک به مهاجران حساسیت نشان می‌دهند؟ این اولین بار نیست که زادگان تاجیکستان و شهروند روسیه با سبب گرفتن امتیاز و یا خانه مورد پیگرد قرار می‌گیرند. ماه فوریه همین سال کمیته تفتیشات روسیه مأموریت حکومت ناحیه میتیشی را به جوابگری کشید که به خانواده تهمینه سمدووا و رمضان رحیموف والدان 7 فرزند خانه تقدیم کرده بودند. بعداً به ضد مادر این خانواده با اتهام قصد جنایت و یا آمادگی به جنایت و یا تقلبکاری پرونده باز کردند. این حادثه با خانواده اکرم مسعیدوف سروری عائله 3 فرزند در ولایت سوردلوفسک رخ داد که به او هم خانه دادند و بعدش تفتیش و کشاکش این عائله تاجیک به اداره‌های دولتی در روسیه سر شد. یکی از سبب‌های این گونه مناسبت مقامات روسیه با مهاجران تاجیک را به حمله به کراکوس ربط می‌دهند که در آن حمله تروریستی بیشتر از 140 نفر کشته شدند و مقامات روسیه 4 مهاجر تاجیک را گمانبری اساسی اعلام کردند. بعد این حادثه در ماه مارس سال 2024 مهاجر ستیزی در روسیه به اوج علا رسید و در این میان مردم تاجیک هم بیشتر هدف گرفته شدند و از پرونده نو هم برمی آید که همچنان هدف هستند. تشکر همکارم طاهری سفر درباره ماجرای تقدیم خانه ارزان به عائله‌های تاجیک در روسیه و سپس به بلا گرفتار شدن آنها صحبت میکرد.